سلام همگی، سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. میخوام تجربه اولین عیدم خارج از ایران یعنی توی هلند رو بگم. اول از همه که اینو بگم که عید واسه من از چهارشنبه سوری شروع میشه. واسه همین اولین چیزی که میخوام برام سراغش همینه، چهارشنبه سوری. گشتم ببینم که چهارشنبه سوری اینجا چه خبره، از این اون پرسیدم، سوال کردم، اینا دیدم که اکثرا یا مثلا حال میرن خونه دوستاشون یا میرن مثلا کلابی، حال یه سری کلاب هستش یه مبلغ میری ولی خب خیلی اینا سلیقه من نیستش. من مثلا همون سیستم ایرانی رو دوست دارم که مثلا تو خیابون بزن به رقصی باشه و نمیدونم یه آتیش روشن کنی از رو آتیشه بپری. حالا طبقه مبقه که اینجا اصلا اجازه نمیدن و خیلی جلوشو میگیرن و اینا. واسه همین رفتم سراغ مثلا گزینه‌های دیگه گشتم و با اینجا آشنا شدم. دیدم که یه جایی هستش که میتونی آتیش روشن میکنه، از رو آتیش میپری، یه بزن به رقصی هستش و نزدیک منم بودش. پس گفتم بزن بریم. به یکی از دوستام گفتم که اتفاقا ایرانی نیستش و هلندیه و اونم وقتی فهمید داستان چیه گفت آقا من هستم 100% پاشو بریم. پس پا شدیم رفتیم اینجا، یه چند ساعتی اونجا بودیم و واقعا هم خوش گذشتش. اینجا شهر دلف بود و واقعا با اینکه من مدت کوتاهی اونجا بودم چون اون دوست هلندیم خب خیلی با اون فضا نمیتونستش چی میگن مچ بشه، ولی با این حال واقعا بهم خوش گذشتش. واقعا حس خوبی داشتم چون بالاخره یه آتیشی دیدم که از روش بخوام بپرم، چون یه آهنگ ایرانی پلی شدش که یه ذره مثلا باهاش مثلا آدم یکم برقصه. بعد یه چند تا ایرانی آدم میبینه که مثلا یه حس خوبی به آدم میده دیگه. بعد واسه هم به من خیلی خوش گذشت و این بوده. اینجوری ما چهارشنبه سوری رو گذروندیم و تاشم شام رفتیم KFC که جاتون خالی و اونجا هم اتفاقا یه ایرانی رو دیدیم که با دخترشون اونجا بودن و دوباره با اونم مثلا حالا یه سلام علیکی کردیم و یه سال نو مبارکی کردیم و خیلی حس خوبی به من دادش 2 روز قبل سال تحویل. حالا بریم سراغ خود عید. بعد چهارشنبه سوری باید چیکار کرد؟ مسلما خون تکونی من اینجوری شروع شدش که اول کل اتاق جمع کردم و شیشه های این خونه که فکر کنم از موقعی که ساخته شده بود کسی نشسته بودش رو شروع کردم شستن. آسینا رو بالا زدم و از اونجایی که ویو پنجره‌مو خیلی دوست دارم پنجره ها رو تا جایی که میتونستم سابیدم. فکر کنم یه حوزه 3 بار همینجور فقط پنجره ها رو شستم. بعد دستمال کشیدم با شیشه پاکن، بعد از اینکه تمیز کردم دوباره پاک کردم و این ویو خوشگل بهم دادش. مرحله بعدی این بودش که پاشیم بریم آقا حبسیم بچینیم دیگه. یه جایی به هم مثلا پیشنهاد شد، یه فستیوالی بودش، مثلا حالت فستیوال که نه یه ایونتی بودش که مثلا ایرانی‌ها میومدن، فروشنده های ایرانی لوازم ایرانی میفروختن و احتمال دادم که مثلا لوازمی که میخوام و بتونم اونجا پیدا کنم. پس رفتیم اونجا و دوباره با همون دوست هلندیم رفتم و واقعا فوق‌العاده بود. یعنی میگفتن ساعت 11 شروع میشه، ما دقیقا رأس 11 اونجا بودیم و وقتی رفتیم تو ولوله اصلا یه چیز عجیب. این دوست هلندی میگفتش تا حالا تو کشور خودم انقدر احساس خارجی بودن نکردم، ولی واقعا قشنگ بود. واقعا دست دوستانی که اینجا رو برگزار کردن و اونجا مثلا لوازمی داشتن درد نکنه. من سمنه و سنجد و سبزم از اونجا گرفتم. یه بسته یه دونه ترمه خریدم و یه بسته لواشک روی اون ترمه به هم هدیه دادن و خیلی حس خوبی داشت. پس اومدم خونه و شروع کردم جلوی آینه هفسینم رو چیدن و این هفسینیه که الان میبینید و این بودش داستان عید اول من و بعدش با خانواده‌ام شروع کردم ویدیو کال کردن تا لحظه سال تحویل و میتونم بگم که خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی اتفاق شیرینی بود و اونقدری که مثلا تو ذهنم فکر میکردم الان مثلا خیلی حس بدی بهم دست بده و اینا اصلا اینجوری نبود و خیلی احساس خوبی بهم دست داد و از اونجایی که
اینجا اصلا نمیدونم مرکز طبیعت بگم، نمیدونم چی بگم، ولی اصلا یه جای خیلی سرسبزیه، خیلی سرسبزه. یعنی یه چیز مثل شمال خودمون رو حساب کنین همیشه هستش. بعد بهار اینجا هم شروع شد، واسه همین درختا شروع کردن سبز شدن و یه حس اون تازگیه رو بهت میده. و یه چیز جالب، مثلا از پنجره داشتم بیرون رو نگاه میکردم، توتیا میان روی درختی که مثلا جلوی خونمه، اونجا مثلا شروع میکنن مثلا نشستن و مثلا واسه خودشون آواز خوندن و اینا. و خیلی برای من جذاب بود، خیلی. واسه همین عید اول من اینجا خیلی خوب بود و امیدوارم برای شما هم عید خیلی خوبی باشه و سال خیلی خوبی داشته باشید. قبل اینکه بخوام این ویدیو رو تموم کنم یه نکته رو یادم رفت بگم. عید اصلا نمیشه، مگه میشه سبزی پلو با ماهی نخوردش؟ پس چیکار کردم؟ رفتم دنبال سبزی پلو، ولی خب اینجا سبزی پلو گیرم نیومد. پس گوگل کردم ببینم تو سبزی پلو چی داره، اون سبزیاش چیه. رفتم فروشگاه ترکا و این سبزی ها رو تازه گرفتم، شیوی دو جعفری و اینا رو شروع کردم خودم خورد کردن. یه همخونه پایه هم دارم، با هم دیگه یه دونه سبزی پلو با ماهی مشتی هم زدیم. جاتون خالی. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید لایک، کامنت، ساب یادتون نره و امیدوارم که روز و سال خیلی خوبی داشته باشید. فعلا